اشرف غنی هم جور کرده، کرزی هم جور کرده، درست است؟ این امارات اسلامی است. نظر کو که کدام از این کار از این خوب است، کدام از این صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا بیننده های ارجمند، انشالله بیخی به اسکش بین المللی است. تو که زنده پس تیاری جیت ما را بیار. امی تیاره جیت بیار خاکت صدقه آریا میفهمی از اونموجه که نمیده خدا میفهمه دانموجه خواد برک بگیره. چی میکنی لالا؟ اینا را بسم الله عزیز که کار را آوردی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به تمام بیننده های عزیز ما که از داخل خارج از هر گوشه و دنیای کشور ما را تماشا میکنن. جور و صحت و سلامت باشن. امیدوار هستم بازم خوش و خوشحال در کنار فامیلتان باشین. ما ظهور نوری امروز کاکا عزیز گل ما در خدمت شما هستیم. امروز به ادامه گزارشات ساخت ساز ما آمدیم در ناحیه هشتم شهر کابل. سرکی که از سرک نو کارتینو شروع میشه و به نمیفهم کدام قسمت خود ما به نام رحمان مینه مشهور است. به موجه وصل شده استانگزی گفتن. استانگ آخر سرک به نام استانگزی است که مو قوم موجه زندگی میکنه و مشهور است. به مو نام مسما است و مو سرک هم به نام رحمان مینه مشهور است. رحمان مینه کارتینو ناحیه هشتم. فعلا هم نام خدا سرک ساخت سازش خیلی پرسرعت جریان داره. جزئیات بیشتر امروز کاکا عزیز ما میریم باز بیشتر. مهربانی کاکا عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه بیننده های ارجمند جور تیار سیو تگره باشه. ما در خدمتتان هستیم. اینمیج آمدیم برنامه تاخت ساخت میگن نه خب متوجه باش یکم که من خب این چیز هستم. ان شاء الله همین سرک که دیدم مثل همون سرک کوتاه وارس همین برای این چیزش نیست. بسیار جان است. چند متر اندازش ارزش باشه به نظرت کاکا؟ یک وقت میگفتن 40 متر مگه میده که من دیدم فکر کنم 80 متر باشه. به نظرت اونم قدر شاید غیب خدا میفهمه دیگه ما نمی ان شاء الله. ما یک ساعت پیش 2 ساعت پیش اومدیم کارشون بسیار خوب است. بله میبینی او پوشی فکس جور میکنه. این حال شما دیگه یک خدا که ببین مهربانی کاکا نه استغفر الله نه خواهش میکنم. وطن داره عزیز همونطور قصه کده پیش هم میریم. اسد جان خودت مگه پالی ما به قصه کده بریم. در این اواخر کاکا عزیز ما شما شاهدش هستیم که نام خدا پروژه هایی که در افغانستان البته ساخت سازه که سپرده میشه بر شرکت های خصوصی و در پهلوی از اوی شرکت یونفس که رهبریش به دست خود میگیره و شرکت میگیره بخیر که کار پروژه را چی کنه شروع بکنه بخیر. بسیار صادقانه کار میکنن کاکا عزیز. والا بابا خیر. یک چیز را کاکا عزیز همیشه آدم حقیقت بگوید بعد نام الله جل جلاله بود. همین پدرت هم که در یک راه خرابی رفت حق باید برش بگویی. اگه قبول هم نکرد خیرت گوشت کار پر تو مقصد حقیقت بگو. حق نام الله امتحان هم دمیست. وقتی که پروژه در زمان سابق در زمان جمهوریت مثلا نمی سرک جور میشد در رقابت آزاد سپرده میشد که یعنی شرکت ها بیاین اشتراک بکنن. هر کسی که موفق شد با شرکت به اون بتن امی پروژه را به اون بتن امو شرکت بگیره کارش پیش بره. وقتی کو شرکت میگرفت یک چند پاک هم میداد. بعد از او باز یک چند پاک از جیب خودش میرفت باز بر کارگرای خود میداد بر انجینرای خود باز مواد بی کیفیت هم میگرفت خلاص میشوری تا پایین هیچ چیز نمیموند. یک نقطه اجازه است قربان چه مینمی خود در وقت جمهوریت بالخصوص خو کرزی در اولا کمی خوب بود نه دمی آخرش نیست. این میار ملک قریه هر وکیل قریه هر نماینده هر قماندان هر رئیس نه که اونجا بود نه امی اول برو خانهش سعی که کلش کانکریت است. از اینمی مواد از اینمی ملت گرفته و گرفته کل خائن است والله بلا نه زور جان خفه نش. بریم کاکا عزیز که انجینر صاحب همین محل پیدا بکنیم. بله دیگه یکی این انجینر صاحب حالا شکر نام خدای نمی تو خوب شده نه نمی تو این سرک ما که جور شد ان شاء الله قاضی های ما هم جور است سارنوالای ما هم جور است به امر الله جل جلاله و سعی از بالا صاف باشه کل ان شاء الله آب صاف که بیاید هر رقم خطا که بیاید او را میکشه مطمئن باش. این وعده الله جل جلاله است که حق در باطل میبره. بله راست میگی. او کل یک رقم کمی نام خدا جوجه هم بسیار آمدتر منظم جور شد. بخی صحیح والا این بلاک‌ها را که وطندارا میبینین بلاک‌های هیوادوال کارتینو نامیده میشه
کسایی که از اینجا گذر کرده باشه یا از کابل باشه حتما اینجا بلد است. بله. و اینی هم در اواخر جور شد که متاسفانه کدام شکست چیزی کرده که نتونستن اینجا جور بکنه. میشه که همین پیسه خلاص شده باشه. ابراهیم لودر گپ میزنی کاک عزیز؟ جانا با سرش شما امتحان کن. السلام علیکم. برو حرکت کوا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاکا جان فارسی میفهمی؟ فارسی پشتو. جان مستی چطور رسی؟ جان جور طبیعت نام خوش. خدا خوب چیزا کارام گیر کردی دیگه. این سرکساز است. نه بیل میزنی نه کلنگ نه رک کردی نه دیگه چیز کجاست چایا کرد؟ یه خیلی فکر کار داره، مغز کار داره. دو بیا در گل. قربان مغز تو مفتخر شما. جور نمیشه. نه سرک از خود طریقه و سیستم داره که با کدام طریقه جور شود چی رقم بگردی. هر طرف فکرت بگی او عقب ای بغل او بغل در خط سیرت بوری. امرای مغز دیگه کار میکنی به امر الله. والا دیگه خب اسم مبارکت بگو من کلانکاری کردم ببخشی پدر. نه. یک نام مسابق با نام استاد طاهر لوگری است. و ثبوت کاکستی والا دو نام که دار. دیگه نامم که دی شرکت ها کار کردن کاکا طاهر میگن. کاکا تایر آه. اسم مرا میفهمی؟ کاکا عزیز هستم. کاکا عزیز ماشاءالله. کاکا تایر جان چطور از کاروبار چقدر تعداد فامیل انشالله از زندگیت خوش هستی؟ از فرزندا قصکو از این روزایی که مگذره قصکو؟ الحمدلله با کلش. الحمدلله علی کل حال. الله بهتر میداده با حال ما. بیشک. شکر الحمدلله که اینقدر کار میکنم میگردم. با پای خود هستی با دست خود هستی 1000 بار شکر. انشالله خالم زنده است شکر. شکر الحمدلله. پیسا را میتی برازو یا نه؟ پیسه را با مو میتم ما با خودم. جان چند تا بچه داری پدر جان؟ مال خدا 5 بچه است. خب شکر. خب تعداد فامیل دیگه پوره است. چقدر معاش میگیری؟ این مردکه مای 15,000 افغانی میداد. چی غم داری کاکا جان؟ بگو پیامت دیگه به میکل از همین ملت غیور افغانستان. خداوند ملت ما را با ایمان و با عزت و با ابرو کامیاب کند. چیکار رسی خواهد؟ خداوندش آباد کند. آمین. با ایمان و با عزتش آباد کند. الله آمین. خدا از بلا و آفت نگاه کنه. آمین. دشمنای داخلی و خارجی ما را خدا هدایت کند. هدایت هم نمیته خداوند دیگه خودش میدانه. او الله کار از اوز کارساز خداوند است. علایق مهربان است. سر تمام مخلوقات خود مهربان است. بیشک است کاکا جان. خوش شدم از صحبتت. خدا خوشحال کنه تا. کدام امر خدمت؟ نه به عزت باشی. من دیگه همو دست راستی ده خدای پامان. همه خدا شکر و دان. الله یاره. بیننده های ارجمند نه کاکا من نفر برک نیستم برو بخیر سال خیده با مقدشه کاک عزیز کجا رفته بودی؟ والا بیادر کمی یک چکرم داد والا می چکر از این بولدوزرم یک مزه میته تو داخل گرم بودی و سر؟ والا یک کمک گرم بود ما گفتم کاکا چطور رسی تو خب مف میزنی قصر چی میگه این بسیار کار داره کاک عزیز والا تو خب غیر سر به نمیارق باز ما مجبور هستم که دست راه نکت فشار بیارم اینکای مرا برق چی کاک عزیز قربان تو شوم بسیار زور جانه سعی کو مردای خدا اینی را میگن کار اصل اینمیال همی تیاره جیت ما را بیار همی تیاره جیت بیار خاکت صدقه آریا میفهمی از اونموجه که نمیده خدا میفهمه دانموجه خواد برک بگیره بیشی زور جان تو قده خب شکر میکشیم به می رقم انکشافی که کده با نام اسلام خدا کنه که اسلام تا واقعیت همی تو ما را در یک جای برسانه نه جنت بوستان باشه نه اواره گرده کنه افغانستان این رقم یک سرسبز که می کل جان بگویه ویزه شند از بیاد افغانستان چکر نه چیز بخاطر چی اشاره بهترین مخلوقات بوده همین مس ریش خدا که می تکانده باز اصحابای کرام سرش سوال کرده که یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین چیز که تو هر وقت همی عزیزه دین که هر جای سست شوه عزیزه انشالله
تایت میخیزه فکرت است بسیار. با امر الله جل جلاله. از همون نگاه ما هم اینم یک فقیر خداستم میگم هم اوه تاجیکستان ازبکستان قزاقستان ارمنستان نصفش دور بده در افغانستان از من در خدا دور دادی نه نه. کلگیری که برق بگیره مرا لکای مزاحمت نکنیم با کار. بازم کل را گارنیزون ببره مرا شارولی میبره خیره کمی جویا رو مکسه کنیم. او نام خدا جویا من میرکم جوی اگه او شفاف باش از میشه اید دیگه. نه نام خدا بسیار استاندارد جور شده خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی کنه بیننده های ارجمند نه. یک دقیقه نه برادر من حقیقت باید بیان کنم بسم الله والا برادر نام خدا بسیار این چیز است اسد جان اگر یک دفعه پایت همیجا بیایه یعنی اینه که دیدی دیگه بسیار یک چیز است زور جان چی است؟ سرد است؟ نه بسیار سرد هم است ولی بسیار خوب سهی همو تو استاندارد جور شده. استاندارد بین المللی است بله. ها ال یهود و النصارا ایتو کدا ایتوش میکنه نه جور کردن برادر نه شما متوجه باشه که من از کدام غار میبرایم بله نه ایسو نه برادر کجا رفتی؟ اوی بیادره که من صدقه شوم هر وقت دیگه نمیشم بسم الله الرحمن الرحیم اینه بیننده های ارجمند انشالله بیخی با اسکیش بین المللی است تو که زنده فاز دیگه خور نه قربانش چم هر دقیقه نمیشم تو باش آزارت بتم زور جان میشه بگیری بسم الله نه در قرغت است خدا نداده مگن در دوزخ میتونید که در جنت برید خدا یارت بسم الله بیننده های ارجمند بیننده باشه یک لقمه دمی گلونتان تا نشه انشالله میبینیم بریم کوکایز سیاسه در ادامه برنامه هستیم این قسمت هم دیگه توسط برادرای ما گل آمد انشالله پروا نداره ایره جغل وار میکنه باز او پوشی باز دیگه ایره مثل ایشی سواره نیست اینی تخت هفوست واره ایره همون تشکیش بین المللی جور میکنه از این برادر ما گپ زدی یا نه؟ بگی از این برادرم گپ زدی که باز پیشین نست السلام علیکم جوړ بخیر استلای ماشه جوره بخیر طیبتونه مجازونه سی کار که دلتا سی فعالیت کوي دا لنگر چلم ډرایور لنجر چلوي لنگر خو لنگر 100 روپے سماش درکه ما 2000 او شکریہ الله دی ان شاء الله که شهره بکیږي چاره کیږي او زکم ځای زه پک دیم خو د مشر زکم ځای دی دا مصر دا د لوګر ده د لوګر شک خوش محمد بگو پیام ته پدګه هم شریعت څه پیغام ورته وګو بس کارونه خټیټ روان دي ورور دا د سرکونه دي جوړیږي پوه السلام علیکم السلام علیکم سلام ماشه جوړې خې خیرات طیبتونه قراری ده ته څنګه یې جوړې قراری ده والا می کار تو که دیدیم بیخی تک پادرا شد واده سه د مرشد یک داسې کار کوي نه کار دای موږ تاسو وطن جوړیږي کار به ټول په ایمانداري کو ایده به شک والا کیم دا سره قط سرک کوتل یو اسکیش ندی دا کوتل سرای شمالی نه دام تو جوړوي نه هغه دی بل چا مربوط ده دی موږ مربوط دام ان شاء الله دیر خدي وای جویا سرنگ دی ان شاء الله فارسی میفهمی خب بگو نه دیگه چی بگویم برات بگو انا موتی یک چیز است وقت تو بکنه خب این جویا چرا کم از کجا رسیده تا با کجا جویا تا اوزایش شروع است تا استانیزی چوک میره از اونجا باز یک دیگه کانال از با کانال باگرامی میره خب باگرامی باز کانال باگرامی جوی تا اونجا واسه اونجا واسه یک دیگه کانال هم باز ما جور میکنم در طرف کانال باگرامی دا او کانال باز دریای کابل میره دریای لوگر خب انشالله بخشش باشه که خدا ببخشه گپ اومدیم یک معرفی میکردین خدا که دوستان ما اشتباه بشه حافظ الله مزای احمد زای به شک والا احمد زای صاحب دیر مننه اوله چقدر نفوسی جا کار میکنه همشاریای کابل حدود کاریگرا و ماشیندری و انجینر صاحبا این موتوروانا 120 نفر میشه 120 نفر میشه چه قضی وسایل میچلونه چه قضی کار بیل میکنه کاری چیزا میکنه این براتون معلوم است معلوم است چرا نه
تقریبا یک 20 تا 25 نفر موتروانه است او یک 50 نفر کارگر بیل و کلنگ است انشالله بشک آشپز است شاگرد آشپز است احمد زی صاحب که حالا من میگم که کلش احمد زی نباشه از طول مرگ نه انشالله شاید آمازایی تا چند نفر می باشه کلش که زیاد باشه 12 نفر اینجا کتیما ترکمن است خدا یار زیاد همو کار جویچه و کالبندی کلش ترکمنا میکنن شبرغان است الحمدلله الهی شکر سوال ما همی بود نه که انشالله خودت همون تو رسیدگیستی حتمی دعای آنم مومن مسلمان است انشالله تو انکشاف میکنی ما این سرک دیدم سرک بین المللی است اگر پیلوتا را میگم جیتا بیا رمیجا پایین که هیچ مشکل نیست که پایین کنه ما دروغ میگم نه بالکل نه اسد جان مرا نگویی دیگه خب برادر ما این حالو تو یک احمد زی صاحب یک صحبت کردی خوشم آمد کار از این پروژه شروع شده و چی پلانا دارید دست دارین بخیر برنامه بعدی انشالله پیلاری ما خوی تو راست این 2 ماه میشه که کار شروع شد خب 1.5 سال ما وقت داریم در این پروژه خب ما زیاد کوشش میکنم تا می سال آخر این سرک خیریزی کارای کلانش کلش خلاص کنیم انشالله میشه انشالله با این قسم پر انرژی کوشش میکنم انشالله علاقه میشه انشالله 100% دومون خدا خیلی کار است چیزی که آمدیم تا اینجا انشالله دمی 4 ماه ما برات میگیم میره تو اونجا میرسونی نه انشالله تو در هر هفته که میایی در یک هفته انشالله تو باز یک دفعه بیا این سرک نمیفهمی انشالله که بیایم با جایزه مرا چی میتی جایزه خود تو باز به ما بتی جایزه خیلی نمیست که نمیگم استیشن بین المللی بیا بیادر اشرف غنی هم جور کرده کرزای هم جور کرده درست است این امارات اسلامی است نظر که کدام از این کار از این خوب است کدام از این صحیح محکم است تو راست محکم خوب مربوط ما و شما میشه نه به امارات میشه نه به کرزای میشه مربوط به تو میشه او این تورگا پس در وقت کرزای و اشرف غنی که بود وقتم پروژه داشتیم ما خو این رقم سهولتا نبود لکیارش اینجا علی زورواک نیست و بدماش نیست اونجا که سرک جور میکردی یک خانه کاسه در 1 سال چپا کده نمیتن راست میگیری حالی ما که سرک جور میکنم از ما 1 ماه پیش شهروالی کلش استملاک کارا استملاک اخلاص میکنه خبر تو آرام شد زیاد سهولت چی به کلش دودا میده واجد سهولت که به تو امارات داد تو بر ما چی میتی که بازوجه دویده میم بیادر کرا میده نه هم ورق میرزانم که انشالله تو حق میگی انشالله کارتان بسیار است ما به تو چی با ما که جایزه نتی دیگر نمیشه تو خود یک کلان خدمت میکنی امو یک چی مملکت 40 نفر 50 میلیون نفر از تو را میبینه قربان چاینال تو امیره که ببینه این مردم افتخار است خوش میشه این خو وطن ما شماست یک انگوش آبادی که میشه مردم خوش میشه با خلق خدا این 40 سال است مردم در بدر شده آبادی را ندیده اما یک انگوش آبادی که ببینه خوش میشه اینجا ما که میبینم کار میکنم همی خانه والا کلش میای بیچاره دلب دیوالا استاد از در وقتی عصر سیل میکنه گیتو رویتون میگنه خوش میشه کلش خوش میشه همی خلق خدا که از تو راضی بود الله جل جلاله از تو راضی که خلق خدا راضی باشه که یک چای نکی میتیم خیر یک چای میتیم اوله این خواست ما خود چای نکی میدادیم که در یک هتل بیم بودیم ما تو خواردو در دشت استاد است مگه مرد که کدیم هیچ جایزه نمیده این که جایزه داده نه خود کلان جایزه بری دادیم خدا یاره دیر من نوالا بسیار شیرین آدم هستی با واقعیت خوشم آمدی ما بردون در خدمت است وقتی چاش بیاد دفتر که چای نکی نباشه لوبیا خو ما خوشی میکنیم نه از لوبیا کده بندی خوب است خدا یارت ما بگو خوش شدیم این همیشه موفق پیروز باشی خدا کنه هر وقت بیایی با عزت با حرمت همیتون نام والا ما هم واقعیت برات گفتم هر هفته ملالت با ما نه هر هفته که میای انشالله سرک تغییر میکنه انشالله با ثبوت هم بیرقت بالا بخیر خوش آمدی خوش باشی بخیر کاکازی امی کارگران میریم اونجا کاکازی بله پروژه نسبتاً بزرگتر است و تعداد وطندارای ما که اینجا کار میکنه میشه که امروز نم صحبت رو داشته باشیم که اینا چقدر خوش هستن چی میکنن چقدر ضایع دارن چقدر ندارن نه اینجا بیا این ناراضی زلا خیره پس ناراضی که تا ما گپ نم ما که او میزنیم سمتاره بله کنکریتاره کتش گپ میزنیم این تو نشه که از امیزی دیگه وار خطا سنه بیشتر این چخوریایی که بود او
ایره با می خاطر تو چقری ماندن مورا بیادر او میگیره اینجا را او باز غیر از اون باز هر جایی که بیایه باز یک پایپ است با بیایه کش کده میکشش نه؟ تو کارت بخواه خیره کاک عزیز یکم نتیم امیر از امیر یک تعجب نکنم تو بگی من از زیر برون بگویم و بدارم برو سعید تو باش همینجا بیننده باشیم برو خب باش که کاک عزیز میگم من میترسونم امی برادر مرا باش که چی میکنه چی نمیکنه خوب است انشالله ساعتان خوب است خیر اجازه سید دقیقه صحبت اجازه ما کجاست بچه ها خب باش که لالای ما میتونه خب چی میکنی لالا اینا را بسم الله عزیز کاکا را آوردی استلای ماشه جورسه پوست تواز که دیگه لالا پوست تواز که ایتو نمیشه نام خدا السلام علیکم و علیکم السلام جورسی تو بگی خدا ایده بگی تو خدا معرفی کن تو معرفی کن خدا چی که پاس کاربار بخیر بگذارم شکر خیرتی است وظیفه خودت این نمیسته که او بزنی کنکریتا را دیگه اوه مارد همین ماسکه که تام باز میکنی که دوستا کلگی بشناسه ببینید این حالا سشته این تا که کلگی بشناسه که همین شاهزاده کیه اوه خیر است نام چی است نام عبدالله جان خانه کجاست خانه پکتیا این از پکتیا اینجا آمده اوه دلتا مسافریم احمد شب چیز از دوستان میشن چی تان میشن جان کلیوال است بسیار خوب خانه شاباد خداوند خیر بتشه که قدر خدمت میکنه بر شما این از اینجا تا اینجا زحمت میکشین خداوند خودتان خیر بده که می خدمت میکنی خیر کاک عزیز ما خونه نام خدایش بسیار یک وطن دوست بسیار یک آدم نیک و بسیار یک غریب پرور است خداوند همونطور با عزت و با وقار داشته باشید کاک عزیز وزنش زیاد است خدای نخواسته کمرت رگ نشه تو رس او زدن تو زما او زدن شکر خیرتی است کمرت رگ نشه بگو کاک عزیز بست نیست همه بس خیر است بنده مرا میکروفونه اینه دستو تا چوبه چه کردی برو با تو تسلیم کردم اینه والا تو همو چوبه مداره کده نمیتون تشکر لالا بخیر مرا دست موفق پیروز باشی کدام پیام نداری اوه داری بگو خیر است خب خیر واسه یک کمک بیادره که ما خدا قطش خوبی کنه شرمنده بود نه نه برو با پس به من میگیرم از پیش من فرار نمی چرا جگر رکم مخوام جگرم نه ایتو کنیم بیای باش خدا یاره تا که بیایه ما خود ایزره قصه کنیم به خاطر از ما باور بکو هیچ کسی روز اول که امارت اسلامی آمده بود امید و قدر توقع از امارت نمیرفت که قدر خدمت کنه به مردم والا از ما میرفت باور کو که این بسیاری از مردم مایمی امید نداشتن حتی در تلاش بودن که افغانستان رو ترک بکنن حالا خوشبختانه بعضی وطندارای ما پس میاین ما خودشون میگیم بیایی که به زور خدا یک دو کنی که 4 و 5 است نه اینا رو سر که بیادره که نه کلگی کار چی بگوی نه ما به الله معلوم است که در 5 وقت نماز مولا محمد عمر مجاهد که عقب نشینیشش نه ما از اونمو وقت 5 وقت نماز دعا کردیم الله میفهمه که خداوند امارات پیروز بابا من رهبرش نمیشناختم زنده باد میگفتم مولا محمد عمر مجاهد که بیایا چرا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استلای میشه جوندای واسه سنگا یا برا مجاهد جواره بخیر خوشحال چطور رسی لالا جان والله خوب هستم تو چطور هستی بخیر هستی من والله اصلا با تو نمیرسم نام خدا سعی که پریتی میرسی خدا بزرگ میرسی یا خدا بیشتر بخور میرسی یارت خدا معرفی میکنی پدر جان عیسی هستیم از غزنی ولا سالی گیلان فعلا کابل زندگی میکنیم مدام نام تو جانم من نوکرت عیسی هیچ کس در کره زمین نه نواسه عمران هستی ماشاءالله خدا قطت خوبی کنه چی کاروبار میکنی جان والله فعلا خو این سړک جور میکنیم خب قواره آشنا میخوره ان شاء الله احمد زای هستی من که دیدم نه والله نه کل سای منصبا احمد زای هست میشه که من
الله قطعت خوبی کنه انجینیر صاحب بزرگوار. یک دنیا تشکر. خب ببخشید شوخی کردم. نوکرتم خانم. خب خودت از کدام قسمت افغانستان هستی؟ غزنی و ولسوالی گیلان. هزار سلام به غزنی شریف والا. سلطان محمود بتچکن هم میشناختی؟ میشناختیم. صحیح؟ اگر نمیشناسی اونجا بتخاک از بتک خاک کرده در تاریخ کوهن ثابت است. خب از کار راضیستی؟ فعلا که راضی هستیم. خب چقدر معاش میتید؟ والله 330 میده. 330 روپیه. دمای چند میشه؟ 1500؟ نه 9000 خورده میشه. 500 نگفته 530 نگفته 330 جانت بکرد 9000 تو میشه. دی 530 کی قش کم کدی اگر 500 بتندت نخواد اتفایا خود نه والا این از قبلا بود. انتقالت هم شاید از قبلا بود. این 330 نمیشه این قش کم کنی. ایران چقدر وقت دیر کردی؟ والا 15 سال ایران تیر کردیم. این از ایرانش کم آوردیم. اینجاش کم نمیشه پیدا کنه این 330. در خیال من امارات اسلامی که و در دور دو تو آمد ایسو که تو را لط نکنن. نه والا لط مات نخوردیم. دیگه پیامت بگو به هم وطنات. از این پرسان کنیم که رویه و برخورد ایرانی‌ها در مقابل افغان‌ها چه رقم بود؟ به خاطر از اینکه مردم بسیار شریف هم داره و در پهلوی از او میگن کسایی که غریب کار هستن افغانای ما که مهاجر شدن یک کمک روابطشان با مهاجرین خراب است. در این مورد بگو خودت. نه والا هرچی که ما وقت اونجا ردش کردیم مهاجرون خوب بوده. خوب رابطه آمد ایرانی هم داشت پایش. من ایران ندیدم اجازه از من برات بگم. بگو. ام انسانی که 4 و 5 داشته باشه کلگی خدمتش میکنه. درست؟ افغانی را که در داخل خانهش نه سرش اعتماد کرد. درست کش اختطاف کرد. درست است؟ بله. دست از سیاستش برید نه؟ حالا ما و شما خو هر گروه داریم. این گروه مخلص بود تا والا تر ایرانی گفت که چون جوری بخی تو افغانی است ایرانی است تو حالی نگفت. زنده باد کاکا عزیز. زنده باد کاکا عزیز. زنده باد کاکا عزیز. عیسی. خوش آمد از چاکرتم من میگم. متشکرتم. پاک باشی. پیروز باشی. بله سر. وقت داریم که اسد جان. 100%. استلای باشه. جورسی بدونم. شکر الحمدلله. منم هارون ده وردگ ولایت. هارون هستی؟ برادر موسی کلام الله نامش بود. صحیح است؟ پایین میشی پدر جان؟ بله. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. چی کار میکنی جا مرد خدا؟ ما زدالتا ده کوالیتی کنترل مسئولیم. کنترل؟ بیشک بکرم. مواد کانگریت اینجا کی لگود مواد. اصلا مشر توی والا. مگم والا اختیار درخ مواد دید. دالتا کیفیت گورو لابراتوار تا چکو هر شی وقت سر. اصل مولا صاحب نیست سر ازیا. خداوند کمت نکنه. بگو پیامت به مردم. سی پیام لره. پیغام خدا ده چې ترڅو د خپل هیوادوالو ته ښه کار وکړو. دا هیواد باید موږ او تاسو جوړ کړو نه بل هیواد د موږ دپاره نه جوړوي. نو د هر طبقه هر لیر باید موږ چک کړو چې کمپکشن واخیستل شوی که نه دی اخیستی بیا که وروسته نشست ونه کړي ټول شی موږ باید اوس چک کړو نه وروسته. کانکریټ دی دا کانکریټ رژیم توګه زه خلاصه کړې ده نور وخته جریان لري. صحیح ده ډېره مننه ورور جانه. کوم پیغام دیگه دا پیغام دی چې باید خپل هیواد ته ښه خدمت وکړو. دا پیغام موفق پیروز باشی. برادرای ارجمند آخر دقیقه برنامه ما حضور داریم. تو کدام پیام داشته باشیم میتونیم از من پیام جان است دیگه. دقیقاً خداوند همه ما شما را سرفراز و کامیاب و جان و جور بده. خداوند توفیق عمل نصیب بکنه. خداوند همیشه ما را با اتفاق داشته باشه که یکی دیگر را تخریب نکنیم، حمایت کنیم، بیایم در قسمت بازسازی و پیشرفت وطن خود همیشه سعیم باشیم و کوشا باشیم. دیگه پیروزی کامیابی هم میگیرم. میخوایم تشکر از اینکه تا این لحظات ما را بیننده بودین. این بود برنامه ما، یک گزارش ساخت ساز برای شما تهیه کردیم تا از پیشرفت‌های وطن ما، از ساخت سازی که در وطن ما جریان داره با خبر شوین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپاریم. ان شاء الله کل لغت‌ها را ظهور جان خداوند کم نکنه. قطع صد جان ما خود ما یک وجود هستیم. ان شاء الله کل لغت‌ها را گفتتان. ما دیگه بدرود میگمتان. خسته نباشه، ششتسته خسته نباشه. اگه خواب است بیدار شده چی بگویم میشون؟ الله حافظتون. الله حافظتان. نیست به اسد جان، نیست به الله حافظتان.